دانستنی‌هایی درباره مهران مدیری، بازیگر ایرانی. جیگری که این بازیگر ایرانی داره تام کروز نداره. فکر کن رفته سفر آفریقا با مسئولین پارک ملی هماهنگ کرده که بره داخل قفس شیرهای وحشی. بعد جالب ازش کلی تعهدم گرفتن که هر چی شد به ما مربوط نمیشه. ایشون هم امضا کرده. آقای مهران مدیری که توی خونش همین الانم به جای سگ و گربه مار پایتون چند متری و بعضی خزنده‌ها رو نگهداری میکنه. این مار اسمش آرمیتاس و از 6 ماهگی پیش آقای مدیری بزرگ شده و الان حدود 19 سالشه. آقای مدیری یه بار مدعی شد خودش مارش رو همون میبره. مدیری توی بعضی از فیلماش هم از حیوانات خاصی رونمایی میکنه. مثلا همین آرمیتا رو توی فیلم همیشه پای یک زن در میانه است میاره میندازه دور گردنش رو بازی میکنه. یا مثلا یه ببر رو توی فیلم دراکولا کنار خانم آسایش بازی داد. بماند که در چند سکانس معروف کلی حیوان خاص مثل زرافه و ببر و کروکودیل و طاووس و لاما هم استفاده کرد. یا مثلا توی فیلم مرد 2000 چهره از یه ایگوانا بهره برد و تازه اون زمان مردم با این موجود آشنا شدن. خلاصه که آقای مدیری میخواد بگی من حیوان دوستم و ازشون نمیترسم. شما اسم اینو چی میذارید؟